افشای حقایق تازه نامزدی زهرا الهام. زهرا الهام در کجا زندگی می کند و با کی نامزد شده است؟ دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ و افشای رابطه زهرا الهام با جمال مبارز. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین موضوع خواهم پرداخت. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند موفق، جوان و با استعداد کشور است که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشور گل کرده است. زهرا الهام در اصل هزاره می باشد و تحت حمایت خاص مردم هزاره بوده است. ای به خاطر حمایت‌های مردمیش توانست در پروسه رقابتی ستاره افغان مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام اولین دختر خانمی بود که در 13 سال پروسه ستاره افغان توانست مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام با خانواده‌اش به کشور ایران زندگی می‌کرد، اما بعد از تغییرات رژیمی در کشور توانست با یک برادرش به کشور استرالیا برود. زهرا الهام در کشور استرالیا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است و سرودن آهنگ‌های جدید وی با لیلا خان هنرمند پاکستانی مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. جدیدا زهرا الهام تصاویر را در صفحات مجازیش نشر کرده است که نامزد شده است، ولی تاکنون معلوم نیست نامزد زهرا الهام کیست. این همه در حالی است که این روزها شایعات فراوانی در صفحات مجازی نشر شده بود که زهرا الهام با جمال مبارز رابطه عاشقانه ای دارد، اما تمام اینها دروغ می باشد و جمال مبارز در کشور استرالیا زندگی می کند و به کارهای هنری خود در آن کشور هم ادامه داده است. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم و پیوند نامزدی زهرا الهام را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.